ببین پهلوانا تو بطن همین جامعه کسایی که دارن با شرافت زندگی میکنن. شاید فکر کنید این سناریوی یه فیلم جنایی هالیوودیه، اما نه. یه بلاگر دسفولی ماها با مزار همسرش تولید محتوا میکنه و اشک میریزه، در حالی که خودش قاتله. من شیدام و این یه داستان نیست. من امروز راوی یک حقیقتم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید و یادتون نره که سابسکرایب کنید. مهسا مهدیزاده بلاگر دسفولی متولد 7 آذر 1369 و همسرش کریم مهدیزاده متولد 1360 و کشاورز. اونها صاحب یه فرزند حدوداً 11 ساله از این ازدواج هستن. مهسا و کریم دخترعمو پسرعموان. ازدواجشون سنتی بوده و حداقل در شروع بدون عشق بوده و با همون سنت نخنمای عقد دخترمو پسرمو رو تو آسمونا بستن. سال 1386 خانواده ها اونا رو به عقد هم در میارن. مهسا وقتی ازدواج میکنه سنش خیلی کمه. یه دختر جوون که یهو و یه شبه تبدیل به زن خونه میشه. زندگیش آروم بود، ساده بود، شاید زیادی ساده بود. درست مهسا عاشق کریم نبود، ولی کریم پسر بدی نبود. کشاورز بود و مرد آروم و ساده و زحمتکش و اهل خانواده‌ای بود. تا سالها مهسا تو همون دایره کوچیک زندگی کرد. یعنی کارای روزمره و آشپزی، بچه‌داری و کلاً زندگی معمولی. اما این سادگی قرار نبود تا ابد ادامه داشته باشه. چند سال از زندگیشون گذشته، پسرشون از آب و گل در اومده. کریمم که مطابق معمول مشغول شغلش و داره کشاورزی میکنه. مهسا الان یه زن جوون و زیباست و با دیدن بلاگرها تو فضای مجازی و اینستاگرام و احتمالاً محاسبه درآمدشون به این فکر میکنه که چرا من نه؟ من که هم زیبام، هم تواناییشو دارم، هم اتفاقاً تو شهر ما بلاگری نیست. یعنی من رقیبی ندارم، میشم اولین بلاگر دسفولی، که اتفاقا خودش هم در نهایت همین میدونست و به خودش لقب اولین بلاگر دسفولی داده بود. و همین فکر بلاگر شدن شروع ماجرایی بود که به فاجعه ختم شد. بالاخره مهسا با حمایت‌های کریم شغل پرحاشیه بلاگری رو شروع میکنه. مهسا اصالت خودش رو از طایفه قشقایی و خودش رو اولین بلاگر دسفولی معرفی میکنه. اون در مورد خودش میگه که من عاشق هنرم، گرافیک خوندم و کلاً عاشق زندگی ساده و دنیای رنگی رنگیم. اصلا من عاشق رنگم و هدفم از داشتن این پیج نشون دادن زندگی رنگی و ساده است. مهسا در سطح خودش انصافاً بلاگر خوبی هم بوده. یعنی همون چیزی که مخاطب دوست داره ببینه رو به نحو احسن به نمایش میذاشته. از غذا درست کردن و بچه‌داری و دسر و خونه‌داری و همه اینها بگیر تا درست کردن ویدیوهای بسیار پر مخاطب زن و شوهری. ببین همینجا ما میبینیم که کریم همراه بوده برای کار مهسا، چون اونا ویدیوهای زن و شوهری درست میکردن و اتفاقا بسیار همین ویدیوها ویو میخورده و برای مهسا ویدیوهای مهمی بوده توی پیجش. کریم نقش پررنگی هم تو ویدیوها داشته، یعنی از ویدیوهای عاشقانه و آتلیه‌ای و ماچ و بوس تا ویدیوهای طنز 2 نفره. و خب طبیعتاً همه اینها هم برای گرفتن ویو و در راستای پیشرفت پیج مهسا بوده. ویوی بالا گرفتن توی اینستاگرام مساویه با درآمد بالا و تبلیغ گرفتن و اینجوریه که متاسفانه گاهی بعضی آدما حاضر میشن به هر قیمتی دیده بشن. دیدید بعضی آدما حتی یه کاری میکنن عمدن که هیت بگیرن، چون متاسفانه این هیت گرفتن هم به معنی دیده شدن بیشتره. یعنی اساساً این مدلی هن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. من هدفم دیده شدنه، حالا به هر قیمتی.
اولش بلاگری برای مهسا فقط یه سرگرمی بود، یه راه برای پر کردن وقتش. اما وقتی اولین پیشنهاد تبلیغاتی اومد، اولین پولی که از این راه به دست آورد خیلی شیرین بود. مهسا دیگه نتونست این کارو بذاره کنار. حالا دیگه این کار فقط یه سرگرمی نبود، یه شغل جدی و تو چارچوب و سفت و سخت بود. دیگه حس میکرد داره یه کسی میشه و همین حس کم کم توی ذهنش یه جمله رو پررنگ کرد. من حیفم، کریم لیاقت منو داره. کلاً یکی از معضلات شهرت توی فضای مجازی سرگیجه کس خاصی بودنه. یه سرگیجه و توهم مذبوحانه که من چقدر خفنم، من چقدر زیبام، من چقدر کسیم برای خودم. بابا این همه آدم دارن منو نگاه میکنن، این همه آدم هر روز میخوام بدونن من ناهار چی خوردم، چقدر همه منو میخوان، چقدر من آدم لایقیم. و متاسفانه مهسا هم دقیقاً دچار همین سرگیجه شد که من الان خیلی جوونم، من خیلی خوشگلم، من حیف شدم، اصلا ما به هم نمیای. کریم کم کم داره وارد میان سالی میشه ولی من تازه یک دختر جوون پرشور و هیجانم. راستم میگه، خب خیلی جوونه دیگه، مهسا 35 سالشه. فکر میکنه که از اولم من کریمو نمیخواستم، ما اصلا سنمون به هم نمیاد، ما ظاهرمون با هم همخونی نداره، شغلامون با هم همخونی نداره، لولمون با هم همخونی نداره. حتی شاید کریم و مانع پیشرفتش میدیده. ببین، با توجه به اینکه ویدیوهای 2 نفری زیاد با هم میذاشتن، ویدیوهای عاشقانه، معلومه که کریم واقعا از مهسا حمایت میکرد و پشتیبانش بوده، حداقل توی کارش. و متاسفانه ما این مشکل رو داریم که ویدیوهای زن و شوهری تو فضای اینستاگرام هرچی بی محتواتر ویوی بیشتر. ببین، مهسا محتواهاش خیلی تکراری شده بود دیگه، ذاتاً یه زن خونه‌دار بود، مگه چقدر میتونست محتوای جدید تولید کنه؟ تصمیم میگیره که میگه آقا بیا من برم تور طبیعت گردی، این تورایی که آخر هفته میرن طبیعت میگردن و حالا یه تور لیدری دارن همراه با بقیه، که این کار خیلی کار باحال و خوبیه، یعنی هم بهم خوش میگذره، همین که هر هفته ویدیوهای جذاب دارم، میتونم کلی ویدیو بگیرم، برای کل هفتم ویدیو داشته باشم و قشنگ خیلی خوب ویو میگیرم. و تو شهر کوچیکی مثل دسفول خب این یه حرکت جدید بود، یعنی یک کار جدید که میتونست یه تفاوتی واقعا بین اون و بقیه بلاگرها ایجاد کنه و اینطوری میتونست فالوور بیشتری هم جذب کنه. چی دیگه بهتر از این؟ مگه یه بلاگر چی میخواد غیر این؟ اولین باری که توی یکی از این تورها شرکت میکنه، امیرعباس کرمی نژاد رو میبینه. امروز جمعه 24 بهمن ماه سال 1399، صعود 1 ساعته به قله دژه ممدلی خان. یه مرد با اعتماد به نفس، خوش صحبت و از اون مردایی که میدونن چطوری خودشونو تو دل بقیه جا کنن. امیرعباس تور لیدر بوده و یه شوخ طبعی خاصی داشته که آدما رو جذب خودش میکرده. اما چیزی که مهسا رو تحت تاثیر قرار میده، برخورد متفاوت امیرعباسه. اون از جنس کریم نبود. کریم یه مرد ساده بود، آروم بود، زحمتکش بود و به زندگیش قانع بود. ولی امیرعباس پر از انرژی بود، پر از هیجان بود، پر از یه دنیای ناشناخته‌ای بود که برای مهسا خیلی جدید بود، وسوسش میکرد. اولش فقط یه دوستی ساده بود، پیامای کوتاه، صحبتای کوتاه برای هماهنگی تورای بعدی. اما کم کم این پیاما طولانی تر شدن، صحبت‌ها شخصی تر شدن. امیرعباس بلد بود چطوری دل مهسا رو قلقلک بده، چطوری باهاش برخورد کنه، چطوری بهش حس زن خاص بودن رو بده. یه زنی که لیاقت داره بیشتر دیده بشه، بیشتر بدرخشه. مهسا که سالهاست تو قالب همسر و یه مادر جوون زندگی میکنه، حالا داره یه حس جدید تجربه میکنه، خواسته شدن، تحسین شدن، حس زنی که هنوز جذابه.
دیگه تورها فقط بهونه بودن. یعنی دیگه قرار نبود برای تولید محتوا بره، فقط قرار بود بره که امیر عباس رو ببینه. به نظر من اون لحظه‌ای که مهسا برای اولین بار با شوق و تپش قلب به گوشیش نگاه میکنه که ببینه مسیجی که از امیر عباس اومده چیه، دقیقاً همون لحظه‌ایه که مرزها شکست. بعد از چند ماه دیگه همه چیز عادی شده بود. تماسای طولانی، دیدارهای مخفیانه. مهسا شبا پیش کریم میخوابید ولی فکرش جای دیگه ای بود. فکرش پیش امیر عباس بود، پیش مردی که فکر میکرد اون زندگی که همیشه آرزوشو داشته، اون زندگی پرهیجان رو میتونه باهاش تجربه کنه. و اینجاست که یه سوال کم کم تو ذهن مهسا شکل میگیره. اگه میشد گذشته رو پاک کرد و دوباره از اول شروع کرد چی؟ و این سوال شاید همون نقطه‌ای بود که مسیر این پرونده رو به سمت جنایت کشوند. توی همین هاگیر واگیری که مهسا دچار توهم زیبایی و حیف شدنه، میفهمن که مهسا حامل است. کریم خیلی خوشحال میشه. مهسا اما میگه من این بچه رو نمیخوام. من اصلا بچه نمیخواستم. اصلا قرار نبوده ما دیگه بچه دارشیم. این بچه جلوی کار منو میگیره، جلو پیشرفت منو میگیره. من تازه دارم بلاگر معروفی میشم. کریم خیلی ناراحت میشه، تعجب میکنه. به مهسا میگه تو که الان کارتو داری، همه چی رو رواله، خدا رو شکر درآمدت هم خوبه، درآمدمون خوبه. خلاصه که مهسا رو راضی میکنه که این بچه رو نگه داره. شاید این بچه تو ذهن مهسا یه راه جدیدی برای تولید محتوا باشه. نمیدونم، شاید. مهسا 3 ماهه حامله است که یه روز ستوری میذاره بدبخت شدم، عشق زندگیم پر کشید. همه فالوورا تو بهت و غم فرو میرن، پر از سوالن. یعنی چی شده؟ شروع میکنن به مهسا مسیج دادن و دایرکت دادن و علت و جویا شدن. طبیعی هم هست، یعنی مخاطبی که صبح و شب با مهسا بوده و همه چیزش رو میدیده و دنبال میکرده، از ناهار چی خوردن تا امشب کجا میخوان برن تا ریزترین جزئیات زندگیشون، طبیعیه که شوکه بشه و بخواد بدونه چی شده. مهسا به همه فالووراش علت مرگ کریم رو ایست قلبی اعلام میکنه و میگه من خیلی حالم بده و تا 7 روز اینجا هیچ فعالیتی نمیکنم. حالش واقعا خیلی بد بود، دچار فروپاشی روانی شده بود. آخه یهو بابای جوون بچه هاشو بدون دلیل، بدون بیماری زمینه‌ای توی خواب از دست داده بود. ببین اصلا مخاطباش هم اینجوری بودن که آخه یعنی چی؟ کریم جوون بود، سرحال بود، سالم بود، بیماری نداشت، چی شد یهو تو خواب؟ حتی اجل مهلتش نداده بود بچه‌ای که این همه ذوقشو داشت رو ببینه و اون بچه بنده خدا باباشو ندیده توی شکم مامانش یتیم شد. از این ور اما بین خانواده و توی خودشون علت مرگ چیز دیگه اعلام شده بود. خودکشی؟ کریم؟ آخه چطور ممکنه؟ کریم خیلی مرد شادی بود، زندگیشو دوست داشت، اصلا منتظر اومدن بچهش بود. چطور ممکنه؟ صبح اون روز بهاری وقتی مهسا با بدن سرد و کبود کریم مواجه میشه، با ترس و وحشت قابل حدسی زنگ میزنه به اورژانس. وقتی میرسن بیمارستان، کریم در واقع مرده. به خاطر پروتکل‌های قانونی توی این مدل از مرگ‌ها، بیمارستان موظفه مورد رو به پلیس اطلاع بده. در نتیجه بیمارستان این مورد رو به پلیس بخش جنایی دسفول گزارش میده. از همین لحظه پلیس وارد ماجرا میشه و دستور کالب و چکافی میده. وقتی کالب و چکافی انجام میشه، متوجه میشن کریم با سم یک نوع گاز منسوب به قرص برنج دچار ایست قلبی شده و فوت کرده. اصلا گویا توی گواهی فوت هم علت مرگ رو ایست قلبی نوشتن. کریم خودکشی کرده. اما چرا؟ همه چیز که خیلی خوب و رو روال به نظر می رسید. خوشحال بودن، داشتن بچه دار می شدن. اصلا چه دلیلی مهمتر از این برای خودکشی نکردن؟
این وسط خانواده کریم خیلی به این موضوع مشکوکن. میگن اصلا پسر ما اهل خودکشی نبود، مشکلی نداشت اصلا، یعنی حداقل مشکلی که راه حلش خودکشی باشه که اصلا نداشت. از این ور مهسا هم به فالووراش گفته بود که توی این 7 روز هیچ فعالیتی نداره دیگه. و نکته غم‌انگیز فرهنگیش اینجاست که توی این 7 روزی که مهسا هیچ فعالیتی نداشته، صرفاً به دلیل تیتر خبر مرگ همسر جوونش حدود 20,000 نفر به فالووراش اضافه شدن. سودای دیده شدن بلاگرها، دیده شدن به هر قیمتی از سمت ما، خود ما مردم، همین من و شما اتفاق میفته. اصلا چرا توی اون مدت این همه آدم فالوش کردن؟ 7 روز گذشته، مهسا فعالیتش رو شروع کرده. الان رنگ و بوی ویدیوهاش از ویدیوهای عاشقانه 2 نفره پررنگ و لعاب و عشق و شور و زندگی به همچنان عاشقانه های 2 نفره، اما این بار غمگین و سوزناک و تلخ با سنگ مزار کریم و عکساش تغییر کرد. یعنی محتواهای پیج تماماً شده اشک و آه و دلتنگی و این فشار جانسوزی که مهسا داره متحمل میشه در فراق کریم. از این ور چیزی که من مخاطب دارم میبینم یه مادر معصوم و مظلومه که عشقش از دستش رفته، قربانی تقدیر شده، 2 بچه‌هاش یتیم شدن، یه فسقلی تو شکمشه که از همین الان یتیم شده. غمگین میشم، باهاش همدردی میکنم، همزاد پنداری میکنم، دائما براش کامنت میذارم به امید اینکه تسکینی برای دردش باشم. آدمم دیگه، دلم براش کباب شده و این کار من باعث میشه پستاش بیشتر بره اکسپلور، بیشتر توی اکسپلور بمونه، در نتیجه بیشتر دیده بشه و مدام فالوور جذب کنه. چون دائم اینتراکشن دارم دیگه، یعنی یا دارم کامنت میذارم، لایک میکنم، شیر میکنم برای دوستام که وای ببینین این زن چه شرایط سختی رو داره پشت سر میذاره، چه سرنوشت عجیب و وحشتناکی داشته. و این کار من مخاطب باعث میشه که هی به فالوور مهسا اضافه بشه و این اتفاق و این سوگواری مهسا تا 10 ماه ادامه داره. تا 10 ماه مهسا هر روز به این جلب ترحم و توجه و به واسطه اون بیشتر دیده شدنش ادامه میده. هدف مهسا از این نوع فعالیت همون دیده شدن به هر قیمتی دیگه، دیده شدن به واسطه احساسات و ترحم و همدردی مخاطباش و جذب فالوور و ویوهای میلیونی که به لطف ما مردم بهش هم رسید. اما پشت این قاب غمگین این زن جوون تازه بیوه شده هر روز غمگین و عاشق یه راز وحشتناک مخفی شده. همونطور که گفتم خانواده کریم به خودکشی پسرشون مشکوک بودن و هیچ جوری باور نمی کردن. از طرفی بعد یه مدت به رفتارهای مهسا هم مشکوک میشن. یه چیزایی هم از این ور اون ور میشنون که نمیشه نادیده گرفت. مثلا اینکه مهسا با مردی در ارتباطه و به خونش رفت و آمد داره. شهر کوچیکه و پچ پچ زیاد. تشخیص حقیقت از تهمت واقعا کار آسونی نیست. الان بچه دوم مهسا به دنیا اومده و یه شایعه خیلی چرکی هم هست که میگن این بچه تازه به دنیا اومده هیچ شباهتی به مهسا و کریم خدا بیامرز نداره و اصلا اینجوری میشه که خانواده کریم به شکشون مطمئن میشن و از مهسا شکایت میکنن و درخواست انجام تست DNA میدن. چیزی که واضحه اینه که خانواده کریم هیچ وقت باور نکردن که کریم واقعا خودکشی کرده باشه. آخه کریم پر از میل به زندگی بود.
اینجوری میشه که خانواده کریم پی ماجرا رو میگیرن و پرونده مورد بررسی جدی پلیس قرار میگیره. توی بررسی های جدید پلیس معلوم میشه که کریم قبل از مرگش 3 بار دیگه هم به دلیل مسمومیت به بیمارستان مراجعه کرده. اینجاست که پلیس حسابی به قضیه مشکوک میشه و شروع میکنه متمرکز شدن روی مهسا و ارتباطاتش و رفت آمدش و رفتاراش. وقتی خطش رو بررسی میکنن میبینن بله مهسا مدت هاست که با یک شماره متعلق به فردی به اسم امیرعباس کرمی نژاد در ارتباطه. ساعت ها مکالمه دارن و پیام های رمزی بینشون رد و بدل شده. هر 2 نفر احضار میشن به اداره آگاهی دسفول بخش جنایی. اولش هیچ جوری زیر بار نمیرن، اما در نهایت با مدارک مستندی که پلیس در اختیار داشته به جنایتی اعتراف میکنن که از درک من آدمی اعتراف میکنم. کریمو من کشتم. حدود 2-3 سال پیش برای اولین بار یه تور طبیعت گردی رفتم. امیرعباس رو اونجا دیدم. امیرعباس تور لیدر بود و من برای اینکه محتوای متفاوت و ویوخوری داشته باشم تصمیم گرفتم برم تور. تصمیم گرفتم ویدیوها و استوریای جذاب برای مخاطبان بگیرم. چیزی خارج از زندگی ساده خودم. آخه زندگی من خیلی عادی بود. بقیه بلاگرها رو میدیدم که زندگی‌های آنچنانی، مسافرت‌های لوکس، همه چیشون به راهه. ولی من چی داشتم برای نشون دادن؟ زندگی عادی کسل کننده، فقط خونه‌داری، بچه‌داری، غذا. اوایل حتی پسرم هم با خودم می‌بردم تور. خیلی خوشحال بودم. دیگه جاهای جدید داشتم، محتواهای جدید برای نشون دادن به مخاطبام. آبشار، جنگل، اون آدما و اون جمعی که تو تور با هم همراه بودیم. اوایل دوستیمون با امیرعباس فقط یه دوستی ساده‌ای بود با منفعت 2 طرفه. اون منو میبرد تور و من برای اون به رایگان تور بردناشو تبلیغ میکردم. کم کم رابطمون زیاد شد. احساساتمون تغییر کرده بود. با اون داشتم چیزی رو تجربه میکردم که هیچ وقت با کریم نکرده بودم. کار از کار گذشته بود. دیگه من و امیرعباس عاشق هم شده بودیم. میخواستیم به هر قیمتی شده به هم برسیم. امیرعباس میگفت از کریم جدا شو، ولی نمیشد. ما فامیل بودیم و اتفاقای طایفه‌ای و خانوادگی پیش میومد. اصلا شدنی نبود. با هم یه تصمیمی گرفتیم که کریم رو مسموم کنیم و بکشیم. اینجوری با یه نقشه حساب شده بعد از چند وقت که آبا از آسیاب میافتاد میتونستیم به هم برسیم. خیلی طبیعی بود. من یه زن جوون بودم که طبیعی بود که بخوام دوباره ازدواج کنم و یه پدر بالای سر 2 بچه‌ام باشه. هیچ کس بهمون شک نمی‌کرد. سم رو از کجا تهیه می‌کردی؟ امیر سم رو تهیه می‌کرد. ما 3 بار قبلش تلاش کردیم ولی همیشه کریم جون سالم به در برد. تا اینکه اون شب تصمیم گرفتیم قرص برنج رو من توی شیرموز کریم حل کنم و اون بار همه چی تموم شد. کریم مرد و من جوری وانمود کردم که انگار خودکشی کرده. نباید هیچ جور گیر می افتادیم. اصلا یکی از دلایلی که مهسا خودش رو اینقدر عاشق و دل سوخته نشون میداد و دائما 10 ماه در حال عزاداری بود، جدا از بحث ویو و مخاطب، این بود که بهش شک نکنن. مهسا توی این داستان جوری تو نقش خودش فرو رفته بود که هنوز بعد از دستگیریش و اعترافاتش بعضی از فالووراش میگن امکان نداره براش پاپوش ساختن. اصلا چطور ممکنه زنی که انقدر عاشق همچین کاری کنه؟ حقیقتش دلم برای فالوورای مهسا که انقدر خالصانه بهش اعتماد کرده بودن و پا به پاش عزاداری کرده بودن میسوزه. یعنی احساس میکنم دیگه نمیتونن به کسی اعتماد کنن. الان مهسا مهدیزاده متهم به قتل همسرش و رابطه نامشروع با امیرعباس و امیرعباس هم به جرم مشارکت در قتل و ارتباط با زن متأهل و زنای محسنه هر دو در زندان هستن.
ببینید توی مسیر این پرونده با توجه به اینکه قاتل بلاگر بوده و بخش زیادی از زندگیش عمومی بوده، ما با شایعات زیادی مواجه هستیم. مثلا یه شایعه خیلی کثیفی که خیلی ها متاسفانه با قطعیت در موردش حرف زدن، یادتونه گفتم که بچه دوم مهسا خیلی ها میگفتن شبیه مهسا و کریم خدا بیامرز نیست. خب اتفاقا خیلی ها میگن که این بچه بسیار شبیه به امیرعباسه و خانواده کریم که درخواست تست DNA دادن معلوم شده که این بچه از امیرعباسه. من خیلی تحقیق کردم. راستش این قضیه هیچ جایی در هیچ خبرگزاری رسمی تایید نشده و اصلا گفته نشده و بیشتر شبیه به گمان زنی های شخصیه. من شخصا تا خبرگزاری رسمی به این موضوع نپردازه این خبر رو نه تایید میکنم نه تکذیب. فقط برام سواله بعضیا چطور برای دیده شدن همچین تیتر زرد و غیر معتبری میزنن. یعنی این سودای دیده شدن رو ما داریم همه جا میبینیم متاسفانه، این لوپ معیوب دیده شدن. اون طفل معصومی که تازه به دنیا اومده چه گناهی کرده که قراره با این شایعه‌های زرد که شما به عنوان یک خبر معتبر مطرحش میکنی بزرگ بشه؟ با اینکه مهسا متاسفانه از بچه‌هاش خیلی عکس منتشر کرده، ولی من به خاطر حفظ حریم شخصی و هویت اون بچه‌های بیگناه هیچ عکسی ازشون اینجا منتشر نمی کنم و امیدوارم بقیه همکارهای عزیزم هم روی این موضوع حساسیت بیشتری به خرج بدن. ببین کلاً چند تا سناریوی چرک و عجیب غریب راجع به این پرونده هست که من اینجا فقط روایتشون می کنم، تایید و تکذیبشون نمی کنم. اولیش این است که مهسا اصلا به خاطر دیده شدن کریمو کشته که یعنی من هیچ جوری با هیچ منطقی به نظر من جور نیست. مثلا یه عده میگن ترسیدن کریم بفهمه بچه خودش نیست و به این دلیل کشتنش. ببین حتی بعضیا میگن اصلا کریم فهمیده بوده بچه از خودش نیست و برای اینکه این سر و صداش در نیاد و در واقع داستان نشه تصمیم گرفتن بکشنش، که باز هم به نظرم با توجه به شواهد منطقی نیست. با توجه به اینکه مهسا بلاگر بوده و امیرعباس هم برای شغلش پیج پابلیک داشته، این شایعه ها بیشتر هم شده. یعنی اینجوری بوده که فالوورها میرفتن اونو چک میکردن، اینو چک میکردن، کپشنا رو میخوندن، تاریخ عکس‌ها رو نگاه میکردن و هی از توش یه چیزی در میآوردن. مثلا به همین دلیل تو تاریخ فکر کنم 22 بهمن، یعنی کمتر از یک ماه پیش، صفحه هر دوی اینها یعنی هم مهسا هم امیرعباس از طرف پلیس از دسترس خارج شد و دیگه دسترسی به محتواهای صفحه های اونا وجود نداره. من شخصا امیدوارم هیچ کدوم از این شایعات درست نباشه و تا الان هم هیچ منبع رسمی این شایعات رو تایید نکردن. خود من هم به عنوان راوی و کسی که تحقیق نسبتاً جامعی روی این پرونده داشتم دوباره میگم نه تایید میکنم نه تکذیب. به نظرم بهتره تا زمان قطعی شدنشون در حد یک داستان گوشه ذهنمون نگهش داریم، نه یک سناریویی که بتونیم بهش استناد کنیم و واقعا بهش پر و بال ندیم. تا اینجا این پرونده یک واقعیت داره که اثبات هم شده و اونم اینه که مهسا و امیرعباس در نهایت بیرحمی کریم رو به قتل رسوندن. و باز هم میرسیم به این جمله کلیشه‌ای و اما حق واقعا که هیچ وقت ظاهر زندگی کسی رو با باطن زندگی خودمون مقایسه نکنیم. ببینیم پرونده بسته نشده. هنوز سوالای خیلی زیادی هست که بی جواب مونده. حتما نظرتون رو برام بنویسید. شاید یه کامنت، یه نظر از سمت شما من رو بتونه از این سردرگمی عجیب در بیاره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر نوع روایتم رو دوست داشتید، اگر دوست دارید که با هم اینجا داستان‌های جنایی رو بررسی کنیم، لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.